تو نمیتونی مخمه بزنی. خار و مادر زاویه فکه آقا. سلام. لپاتو برم لاغر مردنی چون حق منو تو خوردی حاجی. این لپا رو باید بذاری لانون باگت با سس 1000 جزیره بکشی بدن. خدا یه هیئت رو میتونی شام بدی. اکثر اینایی که 2 ماه رفتن بدن ساز. درست گفتم حاجی. پول یه ترم باشگاه تو بده یه بالشت قشنگ بگیر. نه چی گفتی بهش؟ راستشو بگو. گفتم ترم برای دانشگاه. الان من حرفی ترم بود. آره گفت که ترم باشگاه تو اگه یه دونه بری و اینا. گفتم ترم برای دانشگاه باشگاه ترمینی. آره. میخندی؟ اهل کجایی؟ من اصفهانم. شما اهل کجایی؟ داشت اصفهانی شما؟ آره دیگه. لهجه اصفهانی نداری؟ برای بکسترم سکسکه میکنن و اصلا یه داشت چی خوردید شام داره سکسکه میکنم؟ چی خوردی؟ سیگار زیاد کشیده. مال اینه که شام نخورد. ببین این چیکار کن؟ ما؟ داداش من که خوب. داداش حالا بالا کن. آره چیکار کنم؟ به اون بگو نفسشو بکشه تو حبس کنه تا جایی که میتونه سکسکش بره. حاجی اینجوری اور صبر کن با هم تست کنیم وایس. نه میشه جدی. ببین تا جایی که میتونی نگهش دار ولی نفست راست. تا جایی که میتونی نگه دار. خودشه تا جایی که میتونی ته تهش نگه دار ول کنی دیگه نمیزن. نگه داشتم. خب الان دیگه سکسکه زدی؟ داداش علی الکی اینو زدی خدا. آره خودش الکی زدم. نه دیگه نزدی. داداش اینم روه. خواستم ببین هم سیگار تو حاجی دمت گرم. اون وقت داره 2 لیتر آب خوردم. واسه چقدر میتونم تو هم سیگاری ولی چقدر نفس رو نگه داشتی. آره پشت خودم هم خیلی خوب. تو این شرایط خیلی خوبه. ایوالا نه قشنگ. من یه 2-3 ماه سیگاری شد. 2-3 ماه. من قلیون زیاد میکشم با اینکه ورزشم. من تازه قلیونم میکشم ولی من الان 12 سال قلیون میکشم. چی میکشی؟ من فقط 2 سیب میکشیم. شبی شده 2-3 سری کشیدیم ولی نشده. شبی نشده که نکشیم. لعنت بهش. آره منم شبی نشده که سیگار نکشم. قبلا هم شبی نمیشد که گل نکشم ولی خب الان دیگه میشه. سیگار خیلی بهتر از قلیونه به قرآن. نه برعکس قلیون خیلی بهتره. داداش فکر میدونی چرا؟ نه میدونی چرا میگم قلیون بهتره؟ میدونم میخوای چی بگی که نمیشه همه جا کشید. نه غیر از اون. اینی که نگاه تو وقتی سیگار میکشی یه جایی میری خب بوی سیگار رو میدی به یه چش دیگه نگات میکنن. ولی تو وقتی میری قلیون میکشی میای اصلا اولا که نه بو میگیری نه چیزی. بعدم اگه کسی بفهمه میگن یارو قلیونیه ولی سیگار رو خیلی دیده بد دارن. نگاه میکنم میگن یارو سیگاریه یارو مثلا. پس نتیجه میگیریم که سیگار تو بکش و نظر مردم به کیرت باشه. درست میگم؟ درود به مرامت، درود به عظمتت. اینم قشنگ. ولی تهش داداش سکسکه رفت ولی آره خدایی خدا تو رو رسون. این سکسکش چیز شه. خدا دیر رسونده. یه 3-4 روز دستم بند. آره حاجی بعد از یه سکسکه میزد خفن. من نشسته بودم اینجا مسخرهش میکردم. دیروز بود. ایران سلام چطوری؟ سلام. چند سالتونه؟ نسبتتون چیه؟ دخترم ممه 18-19. خانم ببخشید خانم پیرن زرد ببین من 19 سالمه. اگه من بخوام مخ تو رو بزنم بیارم تا آلمان میای با من؟ تو نمیتونی مخمه بزنی. نه من با زرده بودم. آره عزیزم تو میتونی مخمه بزنی بیاریم آلمان. جدی؟ میتونی. اگه به قسمت آلمان اومدنش بگی آره. یعنی از من خوشت نمیاد همینجوری؟ بعد فکر کردی آلمان آدم نیست که تو رو بخواد بیاره. نه خدایی دیگه خیلی بد بود حرفت. واقعا فهمیدم من برای خودم نمیخوام برای موقعیت شغلم و پولم. برای پولت. نه ببین برای پولت. نه عزیزم من تا واسه خودت. شما یوتیوبری؟ بله با اجازت. پس چیز کنه بده. سلام. چقدر صدای شما خوشگله. چقدر فیستون زیباست. چقدر لباتون صورتیه. الان چند شما خوشگله دارم. دوست داری شما؟ عجب صدایی داره. آره من بشمون ریخت. صداش کلوفته خفن.
دوست دارم عزیزم. نوکرتم. منم دوست دارم. حاجی شما شغلتون جان چیه؟ من مفخور پدر. یک تیوری داشت. آره داداش. به خیلی عالی. الان داری ریکورد می‌کنی؟ الان من همیشه رکورد میکنم. آیدی چیزتون ببینید چنل یوتیوبتون. 100% دوش. من اصلا اومدم مینیچت آیدی بدم. دوست دارم عزیزم. الله دمتون گرم داشت. موفق باشین. فعلا خدافظ. سلام. چطوری؟ یعنی خور و مادر زاویه فکه. من؟ ایشون من نوکرتونم. خوبی شما؟ سلام جناب. خسته نباشید. ممنون. نوکرتونم. خسته نباشید. یه حلقه بدیم به افتخار ما. حلقه بده. من خفن بابا ببینم تو حلقه بده. من با سیگاره نمیبینی اگه بدم. باید سیگارم تازه روشن کنم. ولی خب بیا به افتخارت، چون به افتخارم یه دونه زدی، من به افتخارت یه بار میزنم. یه حلقه برات بدهش. هرچی هستیش بدهش. میبینی شما؟ فکر نکنم. بله اما خیلی چرا خیلی ضعیفه. آره اینجا نور که از تو صورتمون پیدا نیست. بدون یه بار دیگه هم بدم. یه بار دیگه هم بده عشق کنه. بده نگذشته. خب بابا خودی من 7-8 تا دادم دیگه. به سلامتی درگوری زدم. دمت کردم. نکته قانونی انداختی میکاپ کنی انداختی آرایش رو پاک کنی انداختی. سلامتی صاف تبرده یک ماچ فقط روی زمگان رو نکرم شد میام واسه باز کردم. بلدم نیستی گیتار بزنی خانم اسکارفوش. شما گیتار بلدی بزنی؟ بزن ببینیم چی تو چند تا داری. کیرم تو چند تا داشتی؟ خوبیم؟ تو چطوری؟ ما چطوریم؟ بچه کجاییم؟ موتوری خوزستان. چه بگو بخندیم. یه چیز بگم بخوام. من دلغک کم های یوتیوبر هم داشت. میگم برات دارم. من بهت میگم اگه دلت خواست شما باش. خب بگیم. یکی تو بگو یکی من. خب دیشب دراک زده بودم. رفته بودم فضا. داشتم با ما صحبت میکردم. اون از خورشید میگفت من از تو. جون مخت زده شد یا نه؟ من نفهمیدم. میگه درش آورد. یه توضیح بده. حال ندارم بگم. دراک همون علف میشه. کلن مواد میشه. مواد زده بودم. رفته بودم فضا. با ما داشتم صحبت میکردم. اون از خورشید میگفت من از تو. جون تازه فهمید. آره. خب حالا عرفان اون وری بیشتر بهت میومد. حالا من بگم درد داشت. میدونم اینو. نه خب سری بعد محکم‌تر میزنم دردش. درک بده. آفرین. یا آره. حاجی نظرت در مورد خیلی لول پایین بودن. خب یه چیز دیگه بگم. بگو. تا حالا شده مورد دو مصری ببندی؟ آره 1000. خب میشه یه بار من بیام از پشت بگیرم؟ من برم. خدافظ. میدونی فرق تو و ژله چیه؟ بگو. ژله اول یخ میزنه بعد میلرزه. تو داغ میشی بعد میلرزی. خوب بود. حالا یه چیز دیگه. میدونی فرق دوست دختری که با دوست پسرش قهر کرده با مرغ برزیلی یخ زده چیه؟ جفتشون پاهاشون به زور باز میشه. اینو میدونستم. خیلی قدیم بود. سه لحظه ما یه فکری بکنیم ببینیم چی دیگه. شما تا ساعت چند بازی مورد میدونستی ایران یه کشور بدون قانونه؟ چی؟ بابا
صدا درست نمیاد. میدونستی ایران یه کشور بدون قانونه؟ چرا؟ چون تو قلبمو دزدیدی هیچ کاری بهت نکردم. خیلی اوضاع خیته. اوه اینو بردار. اینو بردار تا نظر. درست کرده این دستش اینجوریه. بردار دست. نمیخوریم این از اینم عکس بگیر که فالوش کنیم. وایس. معرفی کنم خودتونو. اسم تو. من جوادم. اینم رفیقم بیژن. من دوست داشتم اصلا مصطفی باشه. اسم چی باشه؟ مصطفی. اینا رو دیدی که این ملخ‌ها رو دیدی سبزه؟ کافا. خب من یه دونه از اینا داشتم اسمش مصطفی بود. واقعا انقدر بال بود دستتو اینجوری می‌کردی جلوش باید می‌زنی. راست میگه ولی یه بار اینجوری کردیم نجایید بعد فهمیدیم مرده. یه بار اینجوری کردیم اومد دیگه. بعد نگاه با ما خیلی رفیق بود. بعد رفت لفیه رفیق شد با یه پانداه. بعد فهمید پانداه کنفوتوار بوده. یه ما رو ول کرد. چین عربی بلدی؟ نه. تو بلدی دیگه هم بلد بودی ها. بلد نیستی؟ مطمئنی؟ خیلی خب اونگاه خیلی بی‌تربیتی. دیدی بلدی؟ پشت عربی بلدی. منیوت معنیش چیه؟ چونی. نه جنده میشه. نه میدونم. جفتش یکیه. چی؟ داش منیوت میشه حرومزاده. نه خیرم. نه ما به جنده میشناسیم. خب شما یه چیز دیگه صداش میکنید. تو عراق منیوت یعنی حرومزاده. خب عرب کجا؟ عرب اهواز کجا؟ خیلی فرق فرق میکنن. زبونشون یکیه. نه اصلا هم یکی مثل عرب. اینه مثلا تو عرب، انگلیسی رو بگی عرب، یارو تو عرب. آمریکا به لیوان مثلا میگه کاپ. بعد تو استرالیا مثلا بهش میگن ماپ. فرق نداره. چقدر جالب. ناموسن ما مرد کابوسن لخشو بیا کابوسن. تو خیلی دارکی داداش. آره حاجی کجا شدیدی؟ موهات اینوری بیشتر بهت میومد. تو مومن؟ تو آره اونوری بیشتر میومد. اونور اینور. من موام کدوم وری میاد؟ برم من. تو اصلا مو نداره خب بدبخت. مو دارم تو هم حاجی کوتاه. آخه آره خیلی خوابت میاد. تو چرا نمیری بخوابی؟ کس میگه خوابش نمیاد. چرا؟ خب مشخصه. نه پسرا چشش عادتشون اینجوری. خودشون اینطور میکنن که مثلا 4 تا دختر خوششون بیاد. باز ما حداقل خودمون رو داریم نشون میدیم چشامون رو میبینی بس است ما که اصلا 2 تا مو داریم. چیز خیلی دراز و بلند بود نمیتوانم تعریف کنم. منم نمیام خب، اصلا تو نهایت تصویر نیستم. خدا. بعد هنو دختری در مزرعه. من کجا ماهنایه؟ من هنویه بذار نور بزنم. نه وایسا نور خب بزنم. ببخشید قهوه‌ای دختری در کجا؟ بیا. خاله دختری در مزرعه. چه رنگش فرقه. بهت میگم خب چون نورمون زرده. نورمون زرده. آها عجب کارا خودت. عجب. با باز ماشو برد اونور. ولش کن مومنو من حالا مومنو دوباره یه بار خب یالا کار نداریم؟ جا ندارم آجی اینو من مخواستم یکی بگم خیلی با نمکی. مزه کردی مگه